رفقای گل، حالتون چطوره؟ امروز من با یه ویدیو جدیدی اسنایپر کلاس داریم به همراه بابا. سلام بچه‌ها، امروز قسمت دوم قلعه 1 رو می‌خوایم با اتفاق آقا مسعود با هم ردش کنیم. آقا مسعود برو بریم. خب می‌بینیم که حریفمون خلیفه است. اوه خلیفه خب یکی از قوی ترین هاست. سریع برتکش رو میسازه، سریع خودش رو قوی میکنه. باید سریع استراتژی بچینیم که بتونیم زود شکستش بدیم. ما هم باید دیواره دفاعیمون رو قوی کنیم چون تون حمله میکنه و نصف قدرت خلیفه هم به خاطر این بمب اندازه شد. اگر اینا رو نداشت تا الان 100 بار اینو ردش کرده بودیم. درسته. نجاری بذار. فعلا آره. سمت چوبا بذار. اینجا میذارم. نزدیک اینجا هم باشه میخوام برگردن سمت میذارم. در هر صورت خوبه. خب آهن ساز بذار. چی اسمش؟ آیرون ماین. معدن آهن. خب خونه کم داریم فکر نکنم. خب سمت غذا سازی برو. خب میدونی که الان یه مشکلی که ما اینجا داریم، غذا سازا سمت خلیفه است. بله. باید برای غذا سازی خودمون محافظ هم بذاریم. حالا باید زودتر. اینجاست که سمت خلیفه نیست، اونم نزدیکش هست ولی حمله میکنه. اولین آره. نیروهایی که میسازه حمله میکنه غذا ساز. بریم بالا بسازیم. آره بریم بالا بسازیم. نمیشه. خب چوب که آورد بساز. بخرم؟ بخر یه مقدار بخر که دو تا بذاری. آره 5 تا چوب میخواد بذار که از این سریع. خیلی خوب. خوبه. بریم الان برای دیوار دفاعی. خب. بابا دیوارو یه برجک به نظر من الان بذاری بد نیست. یه برجکی بذار. دیوارو زود شتکش میکنه ما باید برجک. فرق نمی‌کنه. آره همین برجک خوبه. تیراندازا رو می‌فرستیم. نه یه دونه دیوار باید باشه. خب الان پله رو بذار براش. خب فکر کنم پله کم گذاشتی. نه درسته. خب سربازای کماندار برن بالا. یه چند تا سرباز دیگه هم کمکش بذار. ولی سرباز تیرانداز بساز چون این پول زیاد میبره. 5 تا فرقشونه دیگه 8 تا 7 تا بکنیم. خیلی خوب. اینا میفرستیم. بعد یه حرکتی هم میشه زد اینا از اینجا میزنیم هی میرن بالا. این که کلک بازیه دیگه. بزن این آره. کارو بکنیم اینا رو ثمر بدن. بعد اینا اینجوری میکنیم هرچی هم تعدادشون بیشتر بشه بیشتر میره. نهایت یکی دو تا اینجا میمونه. درسته عالی شد. خیلی خوب الان دفاع اوکیه. دفاع اوکیه. حالا بریم سراغ نیروهای جنگی. خب آهنا رو بیشتر کن. آیرون من رو بیشتر کن. اینجا بیکار زیاد داریم. اینو بفروشم. آیرون من رو بیشتر کن. آیرون من که اون بازیگره بود. مرداهنی. به ما هم کجا حمله کرد الان؟ خب برو سمت چیزمون. سوالم فقط اینه از کجا حمله کرد؟ خب یه آهن دیگه بذار دیگه بسته آهن چون دیگه بذار. بذار دیگه بذار. خب حالا برو چیز بساز. اون اسلحه خونه سربازای اروپایی. اسلحه خونه‌شو بذار. آره مقرش هم بذار. من فکر می‌کنم اینا ایرانی هستن. نه اینا جنگ صلیبیه دیگه اروپایی یا مسیحی ها. خب حالا چیکار کن؟ تیرانداز. ساخته‌شون رو بذار. ساخت تیرانداز رو بذار که اول تیرانداز بسازیم. نه هم نزدیک چیز قلعه. نزدیک انبار باید باشه. اون الان اونجا میخواد بیاد دوباره بریم. اینجا میره بابا. خب باشه راهش دور کردی. بغل انبار. نه بعدی رو بغل انبار بذار. اینجاها بذار. این الان داره حمله میکنه مثلا. نه دیگه نیرو دفاعی داریم دیگه. دفاعی داشته باشیم راه حل. بیا مثلا غیر من نسازم. ما غیر به کارمون نمیاد. واقعا به کارمون نمیاد. یه بار دیگه فقط رد شد. میخوام رد شد. خب لحاظ غذایی چه جوری هستی؟ برو نگاه کن. غذامون که اوکیه. انبارهای قلعه در حال پر شدن. اوکی. آره. میخوای پنیرم بذاری؟ چرا هیچ وقت چوب ندارم من؟ ببین پنیر بذار که اون چون شمشیرزن داره ما بتونیم سرباز زوبیندار بسازیم که راحت شمشیرزناشو بزنه. با پنیر چه ربطی به زوبیندار داره؟ پنیر چرم داره دیگه چرم سازی. آره اون گاواش چرم دارن. یه گاو بذار. والله فعلا نمیشه. چرا؟ 10 تا چیپ میخواد. بله. خب برو قلعه‌ش نگاه کنیم ببینیم چجوریه وضعیت. بله خیلی قویه. دیگه قلعه‌ش ساخته ولی نیروهاش کمن. ما بازم میتونیم بزنیمش. آره. خیلی خوب برو حالا دیگه نیروی جنگنده‌هاتو بساز.
آهن بچه به هم زیاد حروفای اینجا زیاد دقت کنید، چیزای جالبی نوشته. آهنا رو بفروش. این چقدر شد آهنو؟ بابا مگه اونا چیز نیستن؟ اروپایی نیستن؟ چرا فارسی می‌نویسن؟ محموله فارسی رو عربا می‌نویسن. فارسی نوشته نیست، بسم الله اون الرحمن. عربی نوشته. یعنی این عربیه. آره. مورد حمله قرار گرفت. خب الان نیروی چقدر حمله. دوره چوبا؟ آره نیرو حمله کن، نیروی حمله بساز. چرا چوب نمیاد؟ 2 ساعت منتظر چوبم. محموله کم است. اگه چند تا نیاز داری بخر. 3 سال خوبه، گذشت. برو سمت قلعه. خب یه دونه فقط تعمیر ساز. کجا جاش بدم؟ همینجا، همین بغلش، همین بغلش، نه همین بغلش میشده بود. بیا پایین‌تر. اینجا؟ نه پایین‌تر، یک پایین‌تر. پیام آره از همینجا. خلیفه. یه ذره بالاتر. شما شکست خوردی. یه این بر پایینیه رو زدن فکر کنم. برو یه بنا بالاتر. رو میتر کنن جو همینجا یه میگیره. دونه شده بود. ببین اینجا همینجا. یکم بالاترش. نه نمیشه. خراب بذار خرابش کنم. نه نمیخواد. چرا؟ اون ور بساز، نمیتونی اون ور بسازی؟ خب استادم خرابش کنم. خراب میکنه. خب برو اون یکم رو خراب کن. خیلی خوب شد. خب حالا چرم سازی رو باید بغل همون، اینجا بذار. آره تقریبا همونجا بذار. یکی 2 تا بذار. خیلی سریع میسازه. خب بری یه دقیقه فکر کنی برگردی میبینی 10 تا ساخته. خب گرزا بسازم بابا. نه دیگه نه، گرزال کارایی نداره پیش خلیفه، چون خلیفه آتیش زنه میزنه. آره ولی خیلی سریعه. آره میگم الان تو از سوار باید بسازی. سعیت بر این باشه که از سوار عرب بسازی، چون بابا از سوار از دور میزنه، آه. اون آتیش داره، متوجه اینجاش آتیش بابا میکنه. شوالی عادی هم خیلی سریعتر اینا رو میشکنه. خب شوالیات آتیش میمیرن، آره. چون آتیش داره آتیش میمیره. باید سرباز تیرانداز از سوار بسازی. الان برو از سوار بساز، هی تون نگاه بساز. این بنز میاره اینجا. آره پول دستت اومد از سوار بساز. نیروی کافی یه نداره. دونه خونه بذار. کلا یه دونه نیرو داشتم. غذا ببین چه وضعیتی هستی. خوبه غذا؟ خیلی خوب. به. خیلی خوب. خیلی خوب بدون غلط. خب حالا از سوار بساز. محموله کم است. بذار آهنات زیاد شه که قیمتش بره بالا. سوارکار عرب. خب نیروی بابا کافی نداره. قیمتش نمیره بالا، چون 10 تایی میفروشه قیمتش میره بالا دیگه. سوارکار عرب. بنگ 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 یک بنگ. پیام از خلیفه. شما شکست خوردی. چی زرت و زورت میگی نه شما؟ اون پایینه، اون پایینه. میگه زرت و زورت میگی شما شکست خوردی. از سوارا رو بیار همین جلوی ورودی، فقط بذار در رفت آمد باشن. یه دونه از اینجا میذارم، یه دونه تا اینجا. آره اول بذار بیار این از اینجا. آره اینجا. اومدن اونجا، اومدن اونجا. اینجا. خوبه خوبه اونجا هم خوبه. حالا برو دوباره از سوار خوبه. بساز. ما مورد فقط از سوار حمله بساز. آهنمو بفروشم. محموله کم است. چیکار کرد؟ یه جا آتیش زده. اون هم بالا رو آتیش صدای زده. بیشتری مورد نیاز است. از سوارا رو باید داره بابا بالاتر عصبی می‌ذاشتی. میکنه. نمیخوایم آب حالا نمیخواد. کم است. نیرو نذار براش. بذار یه دونه بذارم. بابا داره عصبی تو این چه کار میکنه. کن، از سوارا رو بیار تو این مسیر قدم بزنن. این پنجره رو این زیرش بذارم. از سوارا رو بیار تو این مسیر قدم بزنن. آره همونجا که یه دونه بالاتر. اینجا، آره یه دونه آها. تا اینجا. عالی شد، عالی شد. داره عصبی میکنه بابا، یه حمله میکنم کل نیروهاش میترکه. نه تو هم از لحاظ غذایی اذیتش کنی، اونم دیگه نیرو نمیتونه بسازه. اذیتش کنم. نه دیگه داری. آها. آها اون بالا رو آتیش زده بودن، آهنا رو آتیش اون زده. برم ترکون. آره کامل دست شده رفته ترکون. سوزونده دیگه. چوب بگیر برو بساز. 5 تا بساز. طلا کم است. او. نجاری ها رو بد جایی گذاشتی. نجاری رو چوب باید میذاشتی که بردی خیلی دور گذاشتیشون. باید یه دونه شون دیگه. یه ذره پول بده دیگه. آهنم ندارم. تغییری داده نشده است. غذا در حال کم شدن است. غذا هم میدم. فقط یه ذره بگیرم. یه ذره پول بده من برم. یه ذره. ذخایر تا ته ببریم باید دیگه. افزایش نه نه بعد برش کردم بدم خودم. چوب بخرم. چون غذا نداری. چوب. طلا کم است. این هم که از یه سم داره چوبمو میخوره. اب نداره. یه نوهان. تعداد بیکاران خبر زیاد هست. شده است.
این از این ذخایر طلا باید افزایش غذا بیابد. کمه. غذا رو مواظب باش. غذا الان بکار. میاد. اگه 5 تا چوب شد یه دونه چیز بذار. بسا با همینا برم از اینجا دفاع کنم. آره. خب ادامه ویدیو رو خب بریم بریم. ادامه. خب الان باید شما ای بابا وضعیتش کنی. نه اذیت چیه؟ ولش کن نیزه داره. اصلا اسیر نکن خودتو رو نیزه اصلا داره. کارش ندارم. چی میزنه؟ خب برو غذا. برو غذا. برو سراغ سراغ غذا. غذا که والا ذخایر تمام طلا شد. باید افزایش بیابد. غذا که والا تمام شد بابا. اما پول آنچنانی هم نداریم ولی بدم به غذا. این کم میده. اینجا بذار یه دونه بسازم فقط بیدیز. نمیذارم بندش کنم. بذار باشه ولش کن. یه دونه هم بیاره آورده. ندادن مالیات بهترین مالیات است. این شعار من است. ندادن مالیات بهترین مالیات است. این شعار من است. ندادن مالیات بهترین مالیات هست. خب آهن آوردن. آهن رو بفروش. آهن 15 تا. محموله آه. کن است. غذا هیچ برو قلعه‌شو ببینیم در چه حالیه. اگه بره غذا بخرم. قلعه‌شو ببینیم. خیلی خب اینم خوبه. زیاد نیرو نداره. مردم در نتونسته حال نیرو بسازه زیاد. انگار کاری نمیکنه فقط داره مردم چهار ترک قلعه هستن. ازشون پول گرفتی؟ یه ذره مالیات. پول یه ذره خب پول نه مالیاتو ولش کن. بکرم الان نمیان چرا قلعه. یه ذره میام این بالی 50 باید بشه. تغییری داده بذار یه لحظه نه بدم پول نده بهشون. میخوام غذا یه- بهشون بده. میخوام یه لحظه بدم بره بالا. غذا بهشون بده. غذا. دادم غذا بیشتر بهشون. نه نخر که غذا رو اونجا بیشتر کن. خب چیز آنچنانی هم ندارم. یه دونه رو فکر کنم شکوندم. آره نه اینجاست. یه دونه اینه هاش. اینو بهتر کنم بابا. نه احتیاج نیست الان به این کارا که. شما بدن شکست خوردی. بابا. بریم بالا چه خبره. اون سمت رو ببین. پایین رو ببین. اینه چیه؟ مردم در حال آمدن به خب اینجا بزن نجاریه رو. خوبه بابا بذار من برم اینو بشکنم. واجبه دیگه برو بشکن. آره واقعا واجبه. یه دونه سیب اینجاست. اینم بغلش بذاریم سری غذا رو میده دیگه. بشکن. خب از قدیم بابا میدونی چی گفتن؟ گفتن فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه. ما هم فلفل ریزه ایم که میگن بشکن ببین چه تیزه. سوارکار عرب. سوارکار عرب. سوارکار عرب. سوارکار عرب. اینا رو از سواراتو هی دونه دونه زیادتر آره کن. دارم دونه دونه زیاد میکنم. محموله کن است. چوب آوردن یه دونه دیگه چیز بذار. معدن آهن بذار. همین الان گفتی آدم اومد. خوبه. 4 تا شد. اندازه هم قدیم شد. قبل اینکه بهتر کنه. خوبه. خیلی اینا ارزونه. یه ذره مالی بزن بهش با اینا. 5 تا خیلی ارزونه. بزن ولی اینا میکشن سربازه از سواراتو فعلا زوده. بذار از سوارات اینا رو بیشتر میگم. شن. اینا خب نه اون فایده نداره. بذار بیشتر بشن. یه خورده از سوارات بیشتر بشن بعد میای جلو یکم حمله این میکنه. آتیش بزنه کارش تمومه. آره از سواراتو بیشتر کن. مثل یه ایده دیگه هم میشه. چه ایده چیه؟ ای؟ از اینا بذارم اول این دوتا رو بهتر کنم نه. بعد به یه دونه از اینا که توی اینجا هست بزنم کل نه فایده نداره. کلش قلعه‌اش آتیشه. نکن تنگ و تنگ رد نمیشه تیر. برو اون سمت این داره حمله میکنه. اینا رو بر عقب‌تر سرباز از سواراتو اون سجمشون کن بعد بر عقب‌تر. بمیر اینا رو ببرم سراغش نه سرگرم میشه بذار سرگرم میشه سرگرم شد خب از سوارات رو به چرخن هم بگیر. یه دونه اینجا یه دونه عقب‌تر این. ببر عقب‌تر. کجا اینجا نه ببر اون برتر اینجا بزن. اینجا؟ آره همینجا بزن. خوبه تا اینجا میگم خوبه خب حالا دوباره نیرو بساز. بابا بریم ویدیو بعدی نه برو نیرو بساز.
نگاه کن جدا میشن اشکال نداره. جدا میشن میخوام به دو دسته تقسیمشون کنم. باز بساز. الان پول داری یا اون آهن آورد برات؟ آره برو این سلاح ها رو هم بفروش. اینجا یه سری سلاح داری، اون سلاح هایی که ساختن رو بفروش. چقدر بخرم بابا. ها یه چند بسازی تا بخرم. ازش. یه چهار بساز داره. خوبه. بیار بغل سربازه اسنواری. یه دقیقه اجازه بده من این هلیکوپتر بدم. باور نمیشه این یه دونه این بنز میسازه از این عقب افتاد. خوبه. 200 پول دارم باشون سوارکار میسازم. اینا رو هم بیارمشون اینجا. تقریبا بیار اونجا که اینجا نمیرن اگه میخوان تیرن، چون دیر شلیک میکنن. آره. ولی خیلی قد میزنم. بفروشم سلاح رو. آره 150 تا پولدار شدیم. مثل که اینجا دیدی بابا هم خب حالا از سوار بساز دوباره. همین الان کار تموم کنیم. ما بریم سراغش. نه چند تا از سوار داری ببین، از چون سوار آتیش میذاره کنار قرش. آتیش دیگه زیاد آتیش دارم. بزنه نگاه کن از سوار تنها میکنه. 41 از اینا دارم. 41 از اینا دارم. 17 تا هم این بردارم. 100 تاش کن بعد. تقریبا به 100 تا میرسه ولی 50 تا میشه. این چه کاریه؟ میخوام این نیزه دارم. نمیرسه دیگه تا اونجا. میدونم. میخوام الکی از سوار بیا ببرمش. جلو، اونا رو بیا جلو، 17 تا رو بیا جلو. بیار بغل اینا. اینا. آره کار تکونشون نمی‌کنه. بده. کار کنین. بیادب تنبلو. تنبلو کار کنین. نه از اینجا بره تا اینجا. بیا اینجا ولی موجود. گروهی با هم بذار برن اونجوری زورشون بیشتر میشه. خب الان بفروش دوباره آهن. آهن. یا ابوالفضل. عالی شد. دوباره هم بسازم. یا آهن دیگه بساز. عالی شد. ولی فکر کنم دیگه نیرو نداشته باشی. آره هیچی آره ندارم. الان باید یه خونه بذاری. یه دو تا بسازم چون نه دوتا یه زیاد. چند تاشون هم کمه. یه دونشون یه دونه داره. غذا کردن خوبه. چقدر سیبه خوب پیشرفت کرده تا پنیره. نه؟ سیب چون تون میارن. میدونی مثلا اینجا ای زمستون باشه این میره از اونجایی که تابستونه برمیداره. دقت کرده بودی به این موضوع؟ نه. ببین الان نکن. اینجا الان برخوش تابستون میشه سیباشو میچینه. دفعه بعد که میاد اون یکی تابستون میشه میره سیبای اونو میچینه. چجور میره سیبای حریفه؟ میره آره میچینه دیگه. خیلی خوبه که. آره. الان دقت کن به کلام میخواد بیاد. جدی دقلم میشه یه جورایی. ببین الان اینجا بهار شد. تابستون شد. ببین رفت از سیبای اون بچینه. دیدی؟ یه 4 تا از اینجا الان از کردش. سیبای این میچینه. چون مال خود نه مال خودش تابستونه. مال خوش اینه. آره. بابا دیدش اینجا سریع اومدش تا اینجا رفته بودم می‌خواست آره از اینجا میره دیگه بکنه. میره. برو الان اوه، چقدر دور. بازم از سوار این بساز. میخواست حمله کنه هیچ کاری نکردی. اساسا نمی چند تا بسازم برام. فعلا از سوار بساز. از میخواستم سوار تو بیشتر بکشم. کن. میخواستم خواستی برام بکشی موقع میسازی. الان موقع که نیاز است. خوبه. این 9 تا هم اینجا دارم. به نظرم زیاد شده بابا. عالی شد. این از این. محموله کم. فقط از سوار بساز. این هم از این. یه دونه هم از این میشه. بده. خب. خیلی قلعه‌اش خوب نگاه شد. کن. یه نگاه بندازم. خیلی ولی خب ضعیفه. یه جوری چیدمان کرده که آتیش میندازه برجکاشو نگاه آره. کن. ما باید از دور سربازامون بزنن اینا رو. آره. از دور نزدیک بشن میمیرن. مثلا می‌بینیم چی بسازیم چی؟ از اینا. خب به نظر چقدر شد بابا اینا؟ ما مورد حمله قرار کمن. 69 تا. خوبه؟ آره 69 تا هم. بفرستم 100 برن؟ تاش کن. چقدر پخش و پلا میرفتن. الان از یه جا آهن همشون پوش. میرن. محموله کم است. اینم از این.
شد. این 9 تا زیاد میکنیم دیگه. الان 69 تا 9 تا بهش اضافه شد 78 تا. 72 آره. یه سیوش کن، میخوای یه حمله کن. آره یه سیو کنم. یه حمله کنیم اینجوری میشه. رو هم اولی سیو. چه چرت و پرت. در حال ذخیره کردن. خب حالا یه حمله بکن اینجوری میشه. یه حمله شاید بکنیم. تموم شد. آره. اینا هم نه جمع. اول سوار کلا رو اصلا اونا رو نیار. اونا رو تا یه جایی میارم سریع خب خیلی نبر جلو. اینا رو بیار تو این اینا مسیر، میزنن. ببین اینجا نرو، اینجا بری آتیش میگیری. فقط اینا بیار میزنم فعلا. بیار جلو. آها بیار این مسیر اون ور نرو. همین مسیر رو میدونی آتیش داره، دیدی گفتم. چه بد زد تله هم تازه آره داره. تله داره دیگه، فقط همین بود. بیا دور. چه بد خوبه اشکال ترسیده. نداره. همینجا وایسا. آها تمام شد؟ آره حالا بیا کنار، بیا عقب اونجا تمام عقب. قیر داره. آره همش اینجا قیر کاشته. آره از همینجا بزنن، از همینجا بزن وایسا همینجا. بیا تمام عقب. شد. بیا عقب. خیلی زیاد دارن این خب. رو. اینو بزن میزنن. تمومه. فقط اون یه دونه است که اونم کارش تمام میشه. یه ردشن تمام. اون من الان آتیش میزنه نرو. نه فقط یه دونه نیرو داره. اونم از تمام اونجا شد. میزنه. تمام شد بابا. خب بیا این ورش. بیا همینجا که میتونی بزنی. آره اینجا وایسا. خب از اینجا برد بذار خودشون بزنن. کارش تمومه. خب. میره لابلای اینا تیرشون به تیر خب ما اون بزنه. تیر اندازات بود، اینا رو بیار که اونا رو بزنن. بیا کیا؟ بغل اینا وایسن اونا رو بزنن. آره باش. خب حالا برو چند تا دیگه چیز بساز، اساسینات. اساسینات 10 تا دیگه بساز. واه 50 تا. خب حمله کن بهش دیگه. اینم از تمام. این اساسینا رو بده عمو. کافی نداری. خب همین 18 تا رو جمع اینا میکنیم میشه 30 تا. الان 12 علامت تا. بزن که برن بالای برجک خلیفه رو بیارن پایین. کار تموم خلیفه. چی فکر کردی با خودت؟ اینا اونا رو زدن. یا بالا برجک. آره ما الاف توی منتظر تو باشیم. الان میزنیم. اینم از خلیفه. تموم شد. خودش تکی عمرنه ما رو بزنه. مگه اینکه چی 4 تا نیروی قوی تر بسازه. سریع بریم. اصلا رحمش ندیم. همونجاست. تموم شد. تمام. پایان بزن قد شما مسعود. اینم از مرحله دوم قلعه 1. خب مرسی که تا اینجای ویدیو ما همراه بودین. لایک کامنت دنبال یادتون نره. بابا هم خداحافظی کن. خداحافظ تا ویدیوی بعدی. حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهامون رو از دست ندید.